سلام، امیدوارم که حالت خوب باشه. این ویدیو برای اوناییه که میخوان احتمالاً داخل یکی از آزمون‌های استخدامی دولت، مثلا آموزش پرورش یا هر ارگان دیگه شرکت بکنن. اونایی که تو فکرشون اینه برن مثلا توی کارخونه‌ای مشغول به کار بشن یا توی شرکتی مشغول به کار بشن، یا حتی برای اونایی که شک دارن برن برای ادامه تحصیل مثلا تو مقطع فوق لیسانس یا تو مقطع دکترا شرکت بکنم یا نه. قبل از این که این قضیه رو شروع بکنم باید بهتون بگم که منم تا چند وقت پیش بین همه این موارد داشتم یه گشت و گذاری میکردم، برم این کارو بکنم اون کارو نکنم. به خاطر همین گفتم که احتمالاً این ویدیو برای اونایی که یکی از این موارد تو ذهنشون میگنجه میتونه مفید باشه. چند وقت پیش داشتم یه کتابی میخوندم، کتابی که توی زندگیم خیلی تأثیر گذاشت. کتابم الان همینجا پیشم هست. یه کتابی به اسم مهره حیاتی، اثری از آقای ست گودین یا ست گادین. این کتاب خیلی جالب بود. این کتاب داره به یه مسئله میپردازه که همونطور که از اسمش پیداست، اسمش از مهره حیاتی. و مهره حیاتی به نشون میخواد بده که مهره حیاتی بودن اصلا چه شکلی هست. بعد از خوندن این کتاب اومد تو ذهنم که بیخیال، اصلا این مسیرها مسیری نیست که بتونم بهشون تکیه بکنم برای آینده خودم. پس در واقع این ویدیو به خلاصه و معرفی این کتاب میخواد بگذره و چجوری میتونه به شما کمک بکنه. میخوام بگیم که تو این کتاب میگه نابغه ها چجور افرادی هستن. حالا برعکس اون چیزی که تو گذشته آدمو فکر میکردن که نابغه یعنی یه نفری باشه که آیکیو خیلی بالایی باشه، از پس مسائلی بر بیاد که هیچ کس توی دنیا نتونه انجامش بده، این کتاب یه تعریف خیلی جالبی از نابغه داره ارائه میکنه. میگه نابغه ها نابغه ها آدمایی هستن که میتونن مسائلی رو حل بکنن، میتونن راههایی رو ببینن که آدمهای دیگه خیلی سخت میتونن حلش بکنن، یا راههایی رو ببینن که دیگران یا نمیتونن ببینن یا اصلا جرأت به قدم گذاشتن داخل اون هیته رو نداره. حالا چرا آدم‌ها این شکلی هستن؟ میگه آدم‌ها کلاً توی زندگیشون به دو دسته تقسیم میشن. یا ما آدم‌هایی رو داریم که همرنگ جماعت میشن، خودشون رو شبیه بقیه میکنن، به قول اون بیت معروف که میگه خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعتشون میشن، مثل بقیه میپوشن، مثل بقیه غذا میخورن، مثل بقیه کاراشون انجام میدن، مثل بقیه تفریح میکنن، مثل بقیه کار میکنن و الی آخر. یا تبدیل میشن به مهره حیاتی. بیایم قبل از اینکه مهره حیاتی رو معرفی بکنیم بیایم بگیم چرا اصلا آدما شبیه هم میشن، چرا خیلی‌ها میخوان برن مثل بقیه کارمند بشن، چرا میخوان یه سری‌ها برن داخل شرکت کار بکنن، یا از این دسته های مثل هم. یا یه قضیه دیگه ای، چرا بدون اینکه واقعا علاقه داشته باشم فقط برای اینکه وقتمو پر کنم میخوام برم دانشگاه مثل بقیه ادامه بدم؟ دلیل اولش اینه که ما آدما کلا ثبات ظاهری رو میپسندیم، یعنی اینکه ما در ظاهر با ثبات باشیم برامون پسندیده است. چرا؟ چون اجتماع ما در واقع به این خیلی بها میده. اگه دقت بکنید مدرسه، دانشگاه، مثال بزنیم مثلا خود همون کارخونه ها، اداره ها، همه ی آدم ها تقریبا یه شکلن، یه شکل لباس میپوشن، یه شکل حتی فکر میکنن، یا حتی یه شکل در ظاهر نشون میدن که اونجوری هستن، به خاطر اینکه جامعه دوست داره شبیه هم باشن آدما. دلیلش هم اینه که چون تو گذشته ما لحاظ تکاملی آدم‌هایی که شبیه افراد هم قبیله‌ای خودشون نبودن یا شبیه هم روستایی‌های خودشون نبودن حذف می‌شدن. چرا؟ چون جامعه اونها رو طرد می‌کرد. الان هم تقریبا همینطوریه، یعنی ما تو 250 سال اخیره که تقریبا جامعه صنعتی شده و جامعه داره کاری میکنه که آدما همرنگ هم بشن و همرنگ هم شدن درسته یک ثبات ظاهری به آدم میده، اما یه چیز خیلی بدی رو هم شامل میشه و اون اینه که آدما تبدیل به مهره‌های قابل جایگزین میشن. یعنی شما اگه بخوای بری داخل مثلا شرکت کار بکنی یا داخل یه اداره دولتی کار بکنی، همونطور که گفتم همه آدما شبیه همن، همه آدما از دستورات مافوقشون پیروی میکنن،
همه آدم ها تقریبا یه حقوق ثابتی میگیرن، حالا یه تولرانس یه خورده بالاتر یه خورده پایینتر که معمولا هم حقوق کمیه. به این آدم ها میگن آدم های قابل جایگزین، آدم هایی که خیلی ببخشید میتونی بزنی داخل سرشون و صداشون در نیاد. و کار کردن داخل شرکت ها و عرضم به خدمتتون اداره هم همینطوریه. یعنی شما یه چیزی بگی که برخلاف نظم اون اداره و اون پایگاه باشه، میگم برو به سلامت، مثل تو زیاد هست، مثل تو زیاده، تو اگه نباشی آقای ایکس خانوم ایگرگ به راحتی میتونه بیاد جایگزینت بشه. حالا چیکار بکنیم که تبدیل به یک مهره غیر قابل جایگزین بشیم؟ چون مهره های غیر قابل جایگزین، یا داخل پرانتز شما بشنوید مهره های حیاتی، که آینده یک ارگان، یک سازمان، یک کارخونه بهشون بستگی داره، تبدیل بخوایم بشیم به این آدم ها. ست گودین داخل این کتاب میگه یکی از اصلی ترین کارهایی که مهره های حیاتی دارن انجام میدن اینه که مهره های حیاتی کار عاطفی انجام میدن. حالا کار عاطفی چیه؟ یعنی من اگه بخوام تبدیل به مهره حیاتی بشم باید کار عاطفی بکنم. حالا کار عاطفی چیه؟ کار عاطفی یعنی کاری که بقیه انجامش نمیدهند، حالا یا چون خیلی سخته یا شاید خیلی آسونه، بقیه اکراه دارن از انجام دادنش رو، مهره حیاتی میاد انجام میده. مهره حیاتی ویژگی دیگه‌ای که داره اینه که با اشتیاقه، یعنی انگیزه داره، اشتیاق داره برای انجام دادن یه کاری که ما اینو زیاد داخل شرکت ها نمیبینیم، زیاد داخل اداره ها نمیبینیم. میریم داخل یه اداره ای، حتما کار اداری واسهتون پیش اومده، معمولا کارمندا حوصله ندارن، بذار بعدم بیا فلان کارو بکن، پاست میدن اینور، پاست میدن اونور، این ترجیح میدن که جدول حل کنن ولی کارتو انجام ندن. چرا؟ چون برای انجام کارشون اشتیاق ندارن. یه لحظه ببخشید. مسئله دیگه‌ای که وجود داره اینه که مهره های حیاتی هنرمندن. حالا هنر یعنی چی؟ هنر، ست گودین میگه هنر یعنی شما یک چیزی رو خلق بکنی، یعنی خلاقیت داشته باشی. صرفا نه مثلا شما یک بوم نقاشی بگیری یک اثر هنری زیبا روی بوم خلق بکنی، نه، صرفا شما کاری که همین الان داری انجام میدی رو با خلاقیت خاص خودت شروع به انجام بکنی، با اشتیاق خاص خودت شروع به انجامش بکنی. و یه مسئله خیلی مهمی که ستاره دار ببینید توی مهره های حیاتی، مهره های حیاتی هدیه میدن. هدیه دادن از جنس هنره، هدیه دادن از جنس خلاقیته. توی هدیه دادن در واقع مسئله پول مطرح نیست. درسته که منجر به پول میشه، اما خود مسئله پول مطرح نیست. هدیه دادن رو بازار بهش پاداش میده. مثلا یه مثال خیلی دم دستی بزنم، من این کتاب رو خوندم، برای شمایی که داری الان این ویدیو رو میبینی اومدم دارم توضیح میدم، دارم میگم که این کتاب در مورد چیه، شما اگه این کارو بکنید شاید بهتر باشه واسهتون، بدون این چشم داشتی که شما بیاید مثلا این شماره کارت بدم بگم که دوست عزیز برام کارت به کارت بکن که من بیام این قضیه رو واسط بگم که مثلا به دانشت اضافه بشه. البته که خیلی انجام میدن، ولی این کار در واقع برای اینکه من دوست دارم که شما هم این کتاب رو مثلا بخونید، برید تو زندگیتون پیشرفت بکنید و از این دست کار هست. بس این کار میشه از جنس هدیه دادن. و امروزه هدیه دادن، کار عاطفی، خلاقیت که بازار هم خیلی میپسندتش و برخلاف کاری که داره فقط به واسطه پول انجام میشه خیلی بولدتره، اینه که ما داریم تو دوره‌ای زندگی میکنیم که دسترسی به اینترنت داریم، دسترسی به فناوری داریم، چیزی که شاید تا 20 سال پیش 30 سال پیش زیاد دم دست مردم نبود. یعنی شاید یه شاعر یا یه نویسنده یا یه نقاش مجسمه سازی که تا 200-300 سال پیش داشت زندگی میکرد، برای اینکه هنرش رو بخواد نشر بده خیلی باید زحمت میکشید. ولی امروزه اینترنت یه اهرم ایجاد کرده، یعنی خیلی راحت‌تر میتونید به
عرضم به خدمتتون که به اون جوامعی که دنبال اون دیتا، دنبال اون هدیه هستن، هدیه‌تون رو پیشکش بکنید. فکر کنم صدای کبوترم داره بیرون میاد. حالا سوال اینه که چی باعث میشه که ما با اینکه همه این چیزا رو میدونیم بریم دوباره سراغ کار کارمندی، بریم سراغ کار شرکت، بریم سراغ از این دست کارهایی که قابل جایگزین بودنه. یه قضیه رو مطرح میکنه به اسم مقاومت. میگه ما آدم ها مقاومت میکنیم. دلیل مقاومتمون هم یک بخشی از مغزمونه به اسم آمیگدال. آمیگدال یکی از بخشای مغزه که در واقع اولین، حالا اگه پزشک هستین یا توی کار فیزیولوژی هستین، اگه دارم اشتباه میکنم من رو اصلاح بکنید، چون من قطعا به اندازه شما اطلاعات ندارم. ولی با توجه به چیزی که میدونم اینه که آمیگدال قسمتی از مغز آدمه که مسئول فرار یا جنگ. اولین قسمت از مغز ما انسان هاست که تشکیل میشه و بهش میگن مغز مارمولکی. مغزیه که ما از اجدادمون توی چندین و چند میلیون سال پیش به ارث بردیم و همونطور که گفتم اولین قسمت مغز ماست که تو رحم مادر شکل میگیره. بهش میگن مغز مارمولکی، مسئول فرار یا مسئول جنگیدن ماست. علاوه بر اینها این قسمت از مغز مسئول بقای ما هم هست، یعنی مسئول زنده نگه داشتن ماست. سعی میکنه که ما رو همیشه توی منطقه امن نگه داره. درسته که باعث بقای ما میشه، اما باعث موفقیت ما نمیشه. یعنی فقط سعی میکنه که ما رو زنده نگه داره. و چطور حالا این کار رو انجام میده؟ با دستکاری این کار رو انجام میده. یعنی سعی میکنه اوضاع رو یه جوری نشون بده که ما از منطقه امنمون خارج نشیم. اگه ایده ای اومد داخل ذهنمون، ایده یه کار جدید اومد داخل ذهنمون، سعی میکنه که با اهمال کاری یا مثلا کمالگرایی بخواد جلوی اونو بگیره، یا مثلا بگه که حالا صبر بکن، این ایده که به درد نمیخوره، یا توی ذهنمون میگه که خیلیا مثل تو اومدن این کار رو انجام دادن و موفق نشدن، تو بیخیال بشو. توی این کتاب البته که الان زیر دست من هست اومده چند تا از نشونه های مقاومت رو، این البته خلاصه من همیشه خلاصه کتاب می‌نویسم که بهتر تو ذهنم بمونه، میاد چند تا از نشونه های مقاومت رو میاد میگه که دوست دارم واسهتون بخونم. میگه مقاومت: به موقع ایده هایتان را به سرانجام نرسانید. تأخیر در اجرا اولین قدم برای اجرا نکردن اونه. یعنی هی داری کارتو عقب میندازی، هی داری کارتو میندازی دقیقه 90 که موفق نشی. یا میگه با این ادعا که باید بی‌نقص باشید اهمال کاری میکنید. انقدر این کار رو سعی میکنی بزک بزک بکنی، انقدر سعی میکنی که تو جزئی ترین تیکاش هم بهترین باشه که هیچ وقت دوباره اون کار رو انجام نمیدی. یا مثلا یه جای دیگه میگه برای اینکه بدانید برای حضور در چه رویدادی چه بپوشید دچار اضطراب میشید. باز هم یک کار بزرگ رو برای جزئیات کوچیکش انجام نمیدیم. اشتیاق کمی برای کسب مهارت‌های جدید از خودتون نشون میدین. همونطور که میدونیم یادگیری کلید موفقیته. و مقاومت میگه الان که دیگه ازت گذشته، الان که دیگه سنت زیاده، الان که تو فلان هستی، الان که تو بیساری، دیگه این کار رو انجام نده. و یکی از چیزهای دیگه که میگه مقاومت باعث میشه هیچ چیزی نپرسین. وقتی چیزی نپرسی دنبال یادگیری هم نمیری. این میشه قضیه مقاومت. و ما این کار رو انجام میدیم که در واقع تو منطقه امنمون بمونیم. توی منطقه امن بودن بچه‌ها باعث میشه که درست شما توی منطقه امنت هستی و منطقه امن بودن در واقع به نظر من برای دنیای مناسبه که امنیت داشته باشه، دنیایی باشه که ثبات داشته باشه. توی دنیایی که ما زندگی میکنیم نه در واقع امنیت زیادی وجود داره، نه ثبات زیادی وجود داره. پس موندن توی منطقه امن توی یک همچین دنیای خود به خود باعث شکست میشه.
البته اگه نمیدونم مثلا خیلی وضع مالیتون خوبه، هیچ کدوم از این چیزهایی که من گفتم راجع بهتون صدق نمیکنه. ولی اگه نه، احتمالاً مولتی میلیاردر نیستید، تمام این چیزهایی که میگم براتون صدق میکنه. اما خروج از منطقه امن صرفاً نمیتونه شما رو موفق بکنه، اما بهتون شانس موفقیت هم میده، در صورتی که داخل منطقه امن هیچ گونه موفقیتی وجود نداره. کلاً بازار، یعنی اون چیزی که ما به اسم بازار میشناسیم، به افراد شجاع خلاق که چیز جدید ارائه میدن پاداش میده. بازار هیچ وقت با آدمای ترسو پاداش نمیده. تو این چند وقته رفتم خیلی با کارمندای مختلف صحبت کردم، ببینم آقا شما از شغلتون راضی هستین یا نه. کارمندایی که جوون بودن، مثلا 5 سال 6 سال، چند تا از دوستان توی آموزش پرورش هستن باشون صحبت کردم، خب الان دارن یه چیزی کمتر از 20 تومن دارن در حقوق میگیرن، راضی نیستن. و جالبه اونایی هم که بازنشسته شدن هم راضی نیستن، یعنی میگن که اصلا حتی به این که بری سراغ کار کارمندی فکر نکن. بازار همیشه به اندازه ارزشی که ما تولید میکنیم به ما جایزه میده، به ما پاداش میده. پس اگه ما چیزی تولید نمیکنیم داخل بازار هم احتمالاً جای خیلی خاصی نداریم. و مهمترین مسئله‌ای که این کتاب داره مطرح میکنه و دلم میخواد تو یادتون باشه، مسئله هدیه دادنه. یعنی حتما سعی بکنید که هدیه بدید به بقیه، شده کمتر از جیبتون خرج بکنید ولی هدیه بدید. حالا این هدیه یا هدیه مالیه یا هدیه خلاقانه است و مسئله هدیه دادن رو با پول قاطی نکنید بچه‌ها. یعنی شما وقتی مسئله هدیه دادن رو با پول قاطی میکنید، اون قضیه ارتباطه به نوعی از هم گسیخته میشه، چون هر وقت که پول بیاد پای معامله میاد وسط. معامله معمولا اینطوری که هر کسی به فکر منافع خودشه، ولی وقتی واقعا دلت بخواد یک هدیه رو که ارزشمند واسط به رایگان در اختیار یک نفر بذاری، بازار هم تو اون لحظه یه پارادوکسی داره. بازار درسته تو اون لحظه چیزی در واقع نمیگیری، ولی بازار باعث میشه که شبکه ارتباطی تو گسترده تر بشه، آدمای بیشتری بیان اطرافه. و بزرگترین هنری که یک نفر میتونه داشته باشه به نظر من هنر ارتباط با آدم هاست. امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته بوده باشین، امیدوارم که این ویدیو به دردتون خورده باشه. اگه فکر میکنین این ویدیو ممکنه برای یک نفر مفید باشه، حتما اینو واسش بفرستین، حتما به کانال من ساب بکنید. من از این دست ویدیو بیشتر میذارم. انتقاد پیشنهاد حتما بکنید. حتما منتظر پیشنهادهای شما هستم برای ویدیوهای بعدی. متشکرم.